صحبت این جلسه در مورد یکی از مهمترین مسائل انسان امروز و جوامع مدرن هست و اون بحث عدالت. از یک لحاظ بایستی عصر جدید رو، این دو قرن اخیر رو بایستی عصر عدالت خواهی باشد نامید. اگر عصر جدید رو از یک لحاظ عصر ایدئولوژی ها می نامند، در واقع ایدئولوژی ها همه ایدئولوژی های عدالت خواه هستند. یعنی میشه گفتش که پس از انبیاء الهی دیگه مکتب و مذهبی که در یک عدالت کنه در تاریخ وجود نیومد تا این یکی دو قرن اخیر که برخی از فلاسفه دو مرتبه عدالت رو مطرح کردن و سعی کردن که عدالت رو تبدیل به یک ایدئولوژی و فلسفه عملی بکنن که جایگزین مذهب باشه در حقیقت. یعنی عصر جدید از یک لحاظ عصر به وجود آمدن مکاتب آرمان شهری هست که میخوان مدینه فاضله برای بشریت درست کنن، بشر رو بر روی زمین خوشبخت کنن. خب در مذاهب و اندیشه انبیاء الهی صحبت بر سر خوشبختی، وعده خوشبختی بر روی زمین هرگز نبوده که تضمینی باشه که مثلا ما در قرآن مثلا هرگز آیه‌ای سراغ نداریم که خداوند بگه که ای مومنان شما این کارها رو اگه بکنید من در این دنیا شما رو سعادتمند میکنم حتما. همین چیزی ما نداریم. ولی خب مثلا یه چند تا آیه هستش که در نماز هم به کار میره، در دعای دست به کار میره اصلا این هست که انسان اگر در حیات اخروی سعادتمند بشه در دنیا میتونه بشه، احتمال داره بشه، ولی نه لزوما. ایدئولوژی عصر جدید اومدن بر جای مذاهب گذشته در حقیقت خواستن یک مسئله زمینی درست کنن و سعادت و خوشبختی رو بر روی زمین برای جوامع بشری امکان پذیر کنن و همه ایدئولوژی ها عدالت رو محور قرار دادن. برای همین در فلسفه های عصر جدید برای اولین بار عدالت مهمترین موضوعات هستش که روش بحث شده. خب میدونیم یکی از مشهورترینش فلسفه مارکسیسم هستش، سوسیالیست ها هستن که عدالت رو محور قرار دادن و کلا مکاتب سوسیالیستی اینها کسانی هستن که مکاتبی هستن که عدالت اجتماعی رو اساس سعادت و خوشبختی بشر قرار دادن و عدالتی که این مکاتب تعریف کردن این مفهوم بسیار ساده‌ای داره، از یه لحاظ باز یک مفهوم بسیار کودکانه و ابتدایی داره. عدالت در اندیشه همه فلاسفه و متفکرین عصر جدید و ایدئولوژی‌های عصر جدید مترادف است با برابری، تساوی و همین. خب تجربه برابری رو در ایدئولوژی سوسیالیستی، در انقلاب‌های سوسیالیستی که ما دیدیم به کجا انجام می‌ده. در این مورد ما قبلا بحث کردیم، فعلا صحبت نمی‌کنیم. منتها مسئله ما اینه که ما این اعتقاد داریم که ما به عنوان مسلمان اگر معتقد باشیم که عدالت همون برابری هست، در حقیقت ما هم داریم همون حرف کمونیست‌ها رو داریم میزنیم که متأسفانه داریم میزنیم. در خود جامعه ما الان عدالت مگه جز برابری اصلا مفهوم دیگه مگه داره اصلا؟ نه. حتی روحانیون ما، حتی علمای دینی ما عدالت رو جز برابری نمی‌دونن. این برابری رو یه مقدار در تفسیرش تفاوت قائلن. وقتی این برابری رو در برابری نمیدونم فقط امکانات و شرایط میدونن، حقوق
مجرد برابر میدونن، برخی این برابری رو برابری اقتصادی میدونن، توزیع برابر امکانات میدونن، امکانات مادی میدونن و از این دست. در حقیقت عدالت متاسفانه در اندیشه ما مسلمان ها هم در جامعه ما نیست، در اکثر جهان اسلام هم اینطوره. عدالت همون تعریف مارکسیستی خودشو داره. در این حال که ما مارکسیسم و کمونیسم رو لعن میکنیم، ولی این عدالت رو به همین مفهوم از اونها گرفتیم و قاطی اعتقاد خودمون کردیم. برای همینه که با تمامیت اعتقاد ما با تضاد رسیده. عدالت رو ما هم متاسفانه مثل مارکسیستا برابری و تساوی میدونیم و این برابری تساوی رو هم فقط هم در اقتصاد میدونیم. اون که عدالت فقط امریست اقتصادی، اون هم یعنی برابری اقتصادی. خب این همون شد حرف کمونیستا دیگه. ما میخوایم نگاه کنیم ببینیم عدالت واقعا در منابع اصلی دین و اسلام و مخصوصا تشیع معنیش چیه؟ خب ما میدونیم اونایی که قرآن رو که هم بیش مطالعه میکنن میدونن که عدالت در قرآن اگر به کشف الکلمات آیات رجوع کنن شاید یکی از فراوان‌ترین واژه‌هایی هستش که تو قرآن به کار رفته کلمه عدالت. بالای 100 بار کلمه عدالت به کار رفته، بیشتر از 100. ولی در هیچ کجا معنی که از توش بشه برابری و تساوی رو استنباط کرد مطلقا وجود نداره. اصلا در کل قرآن ما اگه ورق بزنیم و آیات نگاه کنیم اصلا تساویگری، امری به تساویگری نه تنها ارزش دینی نیست بلکه عکسش حتی هست. یعنی هرگز خداوند در دینش به مؤمنان امر نکرده، امری به تساوی گری نکرده، نه در زندگی فردی نه اجتماعی. و تساویگری حقوق رو در چند تا آیه ما حتی میبینیم که مترادف با کفر قرار داده. مثلا در قرآن این آیه هستش که کافران معتقدن که همه ارزش‌ها با هم برابره، خوب و بد، نیک و بد، کافر مومن، پاک و ناپاک، همه با هم برابره. ببین این کافران چنین اعتقادی دارن. خب پس برابری این که کافر مومن با هم برابره، پاک و ناپاک با هم برابره، این میگه اندیشه کافران است. ما میبینیم در این برابری هم که این دور زمان هست از اون در جامعه خود ما، این از این نوع برابریه که خداوند تکلیف روشن کرده، میگه این کفره. این کافران چنین اعتقادی دارن. این با برابری ارزشی رو معنوی. یا مثلا در آیه‌ای صحبت بر سر تبعیضه که خداوند افراد رو، جوامع رو، برخی رو متفاوت قرار داد، برخی رو برتر کرد، پایین‌تر آورد. اصلا کلمه تبعیض، بعث کرد خداوند، یعنی متفاوت کرد تا مؤمنان تفکر کنند و هدایت شوند که این چه سریه. خداوند قرار داد تبعیض رو، بعث، تبعیض یعنی تفاوت. خب در قرآن یک واژه دیگری وجود داره به اسم قسط. البته این یک مطلب دیگری است که قسط رو مفسرین اکثرا چنین تعبیر کردن که همان برابری امکانات اقتصادی، یعنی امکانات اقتصادی رو در جامعه، حقوق اقتصادی رو برابر قرار دادن، اون اسمش قسط هستش. یک مفهوم کاملا اقتصادی قسط. ولی عدل این معنی رو نداره. و عجیبه که خیلی ها اصلا بسیاری از مفسرین حتی عدل و قسط رو با هم دیگه برابر مساوی قرار میدن. میگن عدل همون قسطه. در صورت دیگه ما در ده‌ها آیه تو قرآن داریم که اصلا اینجوری نیست. این آیه که چند بار در قرآن تکرار شده خداوند می‌فرماد که خدا زمین و آسمان و هر آنچه که در آن هست رو، از جمله انسان‌ها رو، همه مخلوقات و موجوداتش رو بر عدل آفرید و بنا کرد و مستقر نمود. بر عدل و عدالت.
و آنگاه به واسطه رحمت خودش توسعه داد جهان رو، بر عدل آفرید و مستقر نمود و با رحمت خودش توسعه داد جهان رو، یعنی رشد داد. در واقع میشه در این آیه بسیار ساده ما هم یک مفهوم وجودی از عدالت رو درک میکنیم که عدالت یک هم نیست وجودیه، بنایی، زیربنایی، ببین بر عدل بنا کرد، مستقر کرد، یعنی وجود هر چیزی بر عدل که استواره، یعنی هر چیزی به این دلیل هست که بر عدل هست. پس در واقع میشه گفت عدل یک بحث کاملا وجودیه. مقوله امروزی ها فلسفه امروز یک بحث به قول معروف یک پدیده، یک مفهوم اگزیستانسیالیستی وجودگرایانه است، یعنی ذاتیه، ربطی به اقتصاد و سیاست و این مسائل اصلا نداره. و بعد یعنی هر چیزی برای اینکه باشد بایستی بر عدل باشد، عادل بایستی باشد. خب آنگاه که بود، خب سپس فرماد که واسطه رحمت هر چیزی رو توسعه داد، یعنی رشد داد. خب هر چیزی اول بایستی باشه، سپس رشد پیدا کنه، توسعه پیدا کنه در جهان. خب پس رحمت عامل رشد و توسعه است، عدل عامل اصلا بودن. این رو قرآن کاملا میتونیم مفهوم رو در چندین آیه درک کنیم. خب بنابراین یک تعریف دیگه حضرت علی از عدل داره که در تصدیق همین آیه‌ای هستش که الان صحبتش کردیم. از علی فرماد عدل یعنی اینکه هر چیزی رو بر جای خودش قرار دادن. خب بنابراین انسان عادل یعنی انسانی که سر جای خودشه. خب به این بس حضرت علی هم عدل رو جایگاه وجودی میدونه. جایگاه وجودی میدونه عدل. این دقیقا همون چیزی که قرآن میگه، در قرآن همین میگه خداوند هر چیزی رو بر عدل آفرید، هر چیزی رو بر عدل بنا کرد. خب این سخن علی هم دقیقا تصدیق همین مفهوم قرآن هستش که مشهورترین و ملموس‌ترین تعریفیه که ما در تشیع در مورد عدالت داریم. در این حال در قرآن آیات بسیاری را هم داریم در مورد ظلم که برعکس عدله، در نقطه مقابلش. خب این رو در معرفت شناسی امروز این رو همه میدونیم که منطق دیالکتیک و تضاد دقیق ترین و نابترین منطق در قلمرو شناخته. حضرت علی هم همین رو تکرار میکنه، میگه هر چیزی به ضد شناخته میشه. این در واقع داره یک مکتب معرفت شناسی در واقع بودار میده. میگه برای اینکه هر چیزی رو به ذاتش برسید واسه به ضدش به محک بزنید تا شناخته بشه. خب ما هم سعی میکنیم عدل رو به ظلم به محک بزنیم تا بهتر فهمیم عدل عدالت چیه. هم میتونیم عدالت رو بهتر فهمیم، هم فهمیم ظلم رو بهتر درک کنیم. ما در مورد خلقت انسان در قرآن یه آیه خیلی واضحی داریم که انسان در همون بدو خلقتش ظلومن جهولا بود، یعنی ظالم و جاهل. و در مورد ظلم نفس بشر ده‌ها آیه در قرآن هست. و در واقع واسطی گفتش که ببین اینجا نمیگه کافران ظالم بودن، اینا نمیگه انسان اصولا ظالم و جاهل است الا اینکه یه کاری بکنه. یعنی انسان عموما انسان عنوان یک موجود ظالم است. پس عدالت چیزیه که به دست میاد در مورد انسان. این در جهت عدالت بایستی حرکت کرد. بایستی در حقیقت بایستی گفتش که انسان به عنوان یک حیوان نیست ظالم. خب عادل یعنی طبق تعریفی گفتیم، یعنی انسان عادل یعنی انسانی که بر جای خودش قرار داره، مستقره در وجود و ذات خودش، یعنی خودشه، یعنی خودشه، چیز دیگه نیست. خب انسان ظالم بس کسیه که سر جای خودش
نیست در حقیقت بحث کفر. از حریم وجود خودش خارجه، از موجودیت خودش خروج کرده، طغیان کرده. مفهوم طغیان تو قرآن همینه. طاغوت همینه. طاغوت یعنی خروج کرده از جایگاه وجودی. طاغوت مظهر ظلمه دیگه، یعنی از خروج کرده. و در واقع انسان ظالم یک انسان بیخوده، از جایگاه خودش خارجه، در حقیقت حدود وجود خودش رو شکسته. اصلا خب ما میدونیم اصلا کل دین در قلمرو شرع و شریعت چیزی جز شناخت حدود نیست. حدود شرعی ما میگیم. این حدود شرعی در حقیقت همون حدود وجودیه. یعنی احکام شرع به انسان میآموزه که چگونه حدود وجود خودش رو بشناسه و رعایت کنه و در حدود خودش بنشینه و به قول معروف پا از گلیمش درازتر نکنه. این احکام شرع حدود شرعی در حقیقت همش وجود شناسیه، خودشناسیه، تا انسان حدود خودش بدونه و در حدود خودش، در قلمرو حدود خودش مستقر بشه. یعنی احکام شرع در واقع انسان رو به سمت عدل میکشونه. برای همینه که انسان مومن به سمت عدل میره و از اون ظلم نفسانی خودش توبه میکنه و به جایگاه وجودی خودش برمیگرده. یعنی انسان ظالم کسیه که از حدود وجود خودش خارج، حدود وجودی خودش شکسته، یعنی همون حدود شرعی خودش رو شکسته. اگر حدود مثلا حد شرعی جاری کردن، یعنی کسی عملی کرده که اون عمل حدود وجودش شکسته، تجاوز کرده از حدود خودش، این حد رو جاری میکنه که برگرده سر جای خودش بنشینه تا عادل باشه. بنابراین انسان ظالم انسانی است. خب این مطلب در قرآن داریم که ظلم نمی کنید الا به خودتون، درسته؟ خب بله، خب من در واقع از حدود وجودم خارج میشم تا به یکی تجاوز کنم، ظلم کنم، ولی قبل از که به دیگری ظلم کنم من به خودم ظلم کردم، چون حدود وجودم رو شکستم. یعنی قبل از که به دیگری تجاوز کنم به خودم من تجاوز کردم، برای اینکه از حدود وجودم خارج شدم. یعنی از خودم من خارج شدم، در واقع موجودیت خودم رو، زیربنای وجودی خودم رو من خدشه‌دار کردم، شکستم ساختمان وجودم رو و بیخود شدم. به بیان دیگر باید گفت انسان ظالم انسانی است دیوانه، از حدود وجودش خارج شده، جن زده شده، در واقع شیطان زده شده، دنیا زده شده. در حقیقت در اینجا حالا بهتر درک میکنیم برای اینکه بفهمیم ظلم چی هست و چه چیزایی باعث ظلم میشه. یعنی چه چیزایی انسان رو بیخود میکنه که انسان از خودش بره بیرون، از خانه وجود بره بیرون. از خانه وجود بره بیرون یعنی دچار بی‌وجودی بشه. ببین انسان ظالم در حقیقت انسانیه که دچار قحطی وجود شده، چون از وجود خودش خارج شده، دچار قحطی وجود شده، حالا به وجود دیگران تجاوز میکنه تا از وجود دیگران بتونه خودش رو از این قحطی نجات بده. در حقیقت هر چیزی که انسان رو از حدود وجودش خارج میکنه، از خودش بیخود میکنه، اون عامل ظلم انسانه. هر چیزی که انسان رو افسون میکنه که از وجود خودش خارج شه، که بیخود بشه. در حقیقت ما از روانشناسی میدونیم انسان ظالم همه انسان‌های بیخود، به قول معروف روانی و دیوانه، مدهوشن، سر جای خودشون نیستن. برای همینه آدم‌های ظالم که به جرم جنایت مرتکب میشن، وقتی اینا محاکم میشن همه منکر میشن، میگن آقا اون موقع ما نکردیم، ما نبودیم، اصلا متوجه نبودیم داشتیم چیکار میکردیم. ولی خب یعنی در وجود خودشون قرار نداشتن، در خارج از وجود خودشون بودن، یعنی دچار از خود بیگانگی بودن. به بیان دیگه در حقیقت باید گفت ظلم به زبان امروزی یعنی از خود بیگانگی. انسان وقتی از خودش بیگانه میشه، اولین ظلم به خودش کرده، دچار قحطی وجود شده، مبتلا به عدم شده و در خارج از خانه وجود دیگران رو مورد تجاوز قرار داده تا بتونه خودش رو از این قحطی زدگی و بحران نجات بده، به حریم وجود دیگران تجاوز کنه به هزاران شکل. بنابراین از خود بیگانگی بهترین مترادف برای ظلمه. از خود بیگانه شدن، ظالم شدن یعنی از خود بیگانه شدن.
خود ظلم از ظلمت تاریکی، یعنی کسی که از خود بیگانه میشه در ظلمت میفته، در بدر میشه، به غربت میفته، به قحطی میفته، به دریوزگی میفته، به فساد میفته، حالا که از حریم ایمنی وجود خودش خارج شده. خب چرا؟ برای اینکه انسان خلیفه خداست. اون جایگاهی که انسان براش نشسته جایگاه خداست، یعنی حریم امن الهی است. و خارج از این انسان به ناامنی مبتلا میشه، دچار قحطی میشه، به تجاوز، به دزدی، به هزار بدبختی در بیرون مبتلا میشه. در واقع کسی که وجود خودش از دست داد میره به وجود دزدی. ظلم در واقع این وجود دزدی به شکل‌های مختلف، دزدی‌های عاطفی، مادی، فریبکاری، هر چیزی و هر نوع تجاوزی. در واقع میشه همه آنچه که اسمش گناهانه انواع اقسام ظلم هاست و ظلمت‌های انسانی که انسان از خود بی خود شد. و بنابراین پس در نقطه مقابلش عدل به مفهوم عادل شدن، یعنی برگشتن به خویش، بازگشت به خویشتن خویش، این مسیر عدل، رجعت به خویشتن، این مسیر عدل است. از خود بیگانه شدن، از خود دور شدن، از خود بی خود شدن، در واقع به مسیر ظلمت و تاریکی رفتن. در حقیقت این جایگاه وجودی که انسان ذاتاً خلیفه خداست، یعنی مقام خدایی انسانه، مقام بی‌نیازی انسانه، مقام شاهی انسانه، مقام جاودانگی انسانه. به میزانی که انسان نسبت به خودش کافر میشه، خودش رو منکر میشه، خودش رو ترک میکنه، از خود دور میشه، از خود بیگانه میشه، در اشیای دیگه، در آدمهای دیگه، در بت‌هایی که در بیرون هست، در اونجا به ظلمت میفته. یعنی روحش در اشیا به ظلمت میفته و ظالم میشه. بت پرستی ها، مال پرستی ها، دنیا پرستی ها، یعنی هر چیزی که ما رو افسون میکنه، از خودمون بیگانه میکنه، در واقع ما رو به سمت ظلم میبره، به سمت تاریکی میبره. یعنی روح ما در اشیا به دام میفته، در تاریکی ها مبتلا میشه و اینجا دیوانه میشه و دست به هر کاری میزنه، مثال قحطی میشه. حالا این عنوان‌های مختلف میتونه داشته باشه. مثلا مالکیت پرستی، عشق به ثروت، اینا هم دامه، اینا همش ظلمته. روح من رفته در خانه من، در اتومبیلی که دارم، در باغ من، در کارخانه من، در اموال من، در اونجا فسیل و متمرکز شده و من بی صاحبم، یعنی خانه وجود من صاحب نداره، روح من در جای دیگری است. خب اما این وجود بی صاحب طبیعتاً مورد تجاوز قرار میگیره. همونطور که من در جستجوی شکار وجودهای دیگری هستم که وجودهای دیگر رو تسخیر کنم، خانه‌های دیگری رو برم درش بنشینم، کسایی هستن که در جستجوی تسخیر وجود منم. از جمله اجنه و شیاطین. جن زدگی یعنی چی؟ انسان مجنون انسانیه که در غایت ظلمه، خانه وجود رو ترک کرده، رفته خانه دیگری تسخیر کنه، یک جن شیطان اومده وجود رو تسخیر کرده و او رو به هر کاری وامی داره، برای اینکه خونه صاحب نداره دیگه، صاحبش رفته، از حدود وجودش خارج شده. بنابراین هر چیزی انسان رو افسون کنه، مجنون کنه، بیرون بکشه، یعنی انسان رو مبتلا به ظلم کرده و انسان هم خودش ظلم کرده که خانه وجود رو ترک کرده و خانه وجودش در تسخیر دیگران قرار میگیره و خودش میره خانه وجود دیگران رو تسخیر کنه. ولی یکی از روش‌های تسخیر کردن خانه وجود دیگران دعوی عشقه. این عشق شهوانی یکیش همینه. برای همینه در این عشق آخر سری جز جنون و جنایت و انتقام چیزی که در نمیاد. این در واقع عشق نیست، منتها این یک دروغیه. به اسم عشق انسان خانه وجود رو ترک کرده، میخواد بره وجود دیگری رو تسخیر کنه و در او بنشینه و او رو صاحب بشه. این هم خودش یک ظلمیه. برای همینه اشد ظلم ها چه بسا تحت عنوان عشق خودنمایی میکنه، میگن به کار به جنون و به قتل هم میرسه. چرا؟ برای اینکه فرد میره خانه وجود دیگری رو صاحب بشه، خب نمیذاره دیگه، کار به خون ریزی میرسه، کار به کینه و نفرت و انتقام میرسه. ببین و یکی از مشهورترین این ظلم ها تحت عنوان عشق عمل میکنه.
یکی دیگه مالکیت ها هستش، دنیا پرستی ها، ثروت اندوزی ها هستش که انسان از خود بی خود میکنه، یعنی به ظلم میکشه. یکی دیگه از مسائلی که انسان از خود بی خود میکنه در فرهنگ جدید مخصوصا تقلیده. انسان به میزانی که از دیگران کورکورانه تقلید میکنه در واقع از وجود خودش داره خارج میشه و به دام وجود اونها میفته. تقلید باعث از خود بیگانگی میشه، تقلید کورکورانه از آداب، اطفال، راه و روش، حرفای دیگران، این خودش ظلمه. امروز مثلا میگه قلب زدگی، یا هر چیز دیگه زدگی، پول زدگی، ثروت زدگی، شهوت زدگی، اینا انواع و اقسام انواع ظلم ها هستش که انسان از خود بی خود میکنه. بنابراین یک جنبندی رو اینجا بکنیم. پس بایستی گفت که ظلم، بدترین ظلم چیه؟ بدترین ظلم نابود کردن، منهدم کردن هستی. و ظلم بدترین هست که انسان هستی خودش رو رها کنه تا دیگران تسخیر کنه، اجنده شیاطین، و خودش بره وجود دیگران رو تسخیر کنه، این نابود کنه دیگران رو، از خانه وجودشون بیرون کنه. بنابراین عدل پس زیربنای وجوده در اسلام، در قرآن اساس وجوده. وجود مفهوم فلسفی و عرفانی شما منظور ما هستش. اون ذات انسان بر عدله. انسان که از ذات خودش خارج میشه در واقع به ظلم کشیده میشه. و حالا بهتر میبینیم که آیا حالا این مفهوم عدالت ربطی به تساویگری داره؟ نه، اتفاقا مثلا یکی از روش‌های مساوی شدن با دیگران، شبیه دیگران شدن، تقلید کردن دیگه، نه که امروز خیلی واقعی در سراسر جهان ما می‌بینیم که یکی از اساسی ترین و جهانی ترین ابزار ظلم و زمینه ظلم تقلید خودش، یعنی همسان شدن با دیگران، شبیه دیگران شدن. پس این نه تنها عدالت نیست، تساویگری، بلکه یکی از زمینه‌های اصلی ظلم در عصر جدیده. نمونهش خب امروز ما می‌بینیم که در سراسر جهان مردمان دارن در همه جنبه‌های زندگی خودشون دارن شبیه هم میشن. به قول معروف دگرده جهانی، یعنی همه مثل همن دیگه. همه در طرز فکر، در آرزوها، در آرمانها، در شعارها، در خوراک، در لباس، در تبلیغات، در اخبار، همه شبیه هم. خب به نظر میسه این همه شبیه هم شدن بایستی الان جهان غرق در صلح و اتحاد باشه دیگه، هیچ اختلافی نباشه دیگه، نه؟ حالا که درست برعکسه. هرگز بشر در طول تاریخ اینقدر دچار تشنج و نفرت عمومی نبود. همه از هم دیگه در غایت نفرت فزاینده به سر میبرن. این آدم‌ها هر چه شبیه هم دیگه میشن بیشتر از هم دیگه متنفر میشن. درسته؟ نگاه کن جواب می امروز رو. از زن و شوهر تو خونه نگاه کن. به میزانی که زن و شوهر میخوان برابر بشن، از هم متنفر شدن و خانواده داره نابود میشه. خب این ظلمه دیگه. ظلم به خودشون، ظلم به بچه است. این تساویگری بس. یکی این تساویگری برابری زن و مرد. ما این برابری زن و مرد خانواده رو به سمت نابودی داره میبریم و زن و شوهر رو خصم هم دیگه کرده. همه برابری ها و همسانسازی ها در جهان امروز ما ببینیم به سمت خصومت، نفرت و نابودسازی هم دیگه داره میره. بدترین ظلم نابود کردن دیگه، نه؟ همه مشغول جنگ هم. فقط جنگ‌های جهانی ها رو قدرت نبینیم. این جنگ در درون خانواده، احزاب، گروه ها، طبقات، امروزه همه با هم در جنگ هم. افراد، گروه ها، طبقات و ملت ها و تمدن ها. همه این حاصل ظلم بزرگی است که اسمش برابری و تساویگری و همه با هم برابر شدنه و مساوی شدنه. پس یکی از بزرگترین عرصه ظلم کبیر در عصر جدید تساویگری و برابرسازی که اسمش رو چی گذاشتن؟ عدل. پس در واقع آنچه که امروز عدل گفته میشه عدل ضد عدل در حقیقت، عدل شیطانیه. اشد ظلم رو اسمش رو گذاشتن عدل گذاشتن. خب حالا کمی نگاه کنیم که چرا انسان حیوانی ظالم شد. یعنی انسان تنها موجود ظالم در عالم هستی است.
این فرق انسان با سایر موجودات اینه که خلیفه خداست. زمان سالتر اینکه صاحب روح الهی خداوند روح خودش رو در انسان میده. درست به هم دلیله که انسان امکان ظلم پیدا کرده. خب ببینید ما گفتیم خروج از حدود وجود منشأ ظلمه. خروج از خویشتن، بیرون رفتن از حدود وجود. این هیکل ابن حضرت می‌فرماد که سینه من عرش خداست و بدنم کرسی خداست. این وقت میگه من چنینم، به عنوان انسان کامل چنینه، یعنی انسان ذاتاً چنینه هست. منتها ایشون این مقام رو دریافت و تحلیل گرفت. برای همینه علی چی شد؟ سلطان عدل شد، اسوه عدل شد، همونطور که اسوه عرفان شد. عرفان یعنی بازگشت به خویشتن، چون به خویش برگشت اون کرسی وجود رو دریافت و بر اون عرش نشست، شد آنچه که باستی باشه و قراره باشه. پس میبینیم که عدل محصول عرفانه و انسان عادل همون انسان عارف، این از طریق عرفان میشه به عدل رسید. عرفان به مفهوم بازگشت به خویشتن خویش، نه جادو شنبد و ورد و فوت کردن. خب از اونجایی که انسان صاحب روح هست، پس میتوانه از خودش خارج بشه. روح بال پروازه دیگه. خب چطور ما میخوابیم پرواز میکنیم برمون با واسطه با بال روح پرواز میکنیم. اگر انسان تنها حیوان صاحب خیال هست، چون انسان صاحب روح هست، صاحب خیاله، پرواز میکنه، چشم میبنده، هر جا خواست میره. درسته؟ انسان در عالم خواب بیرون میره دیگه خانه وجود، ولی انسان ظالم همیشه بیرونه، یعنی همیشه تو خوابه. اینکه پیامبر فرمود اکثر مردمان در خوابن، چون بمیرن بیدار میشن، چون بمیرن تازه وجودشون به زور تحویلشون داده میشه که آقا جون تحویل بگیرید وجودتون، دیگه در رو نداریم. اینکه میگن قیامت روزی که هر کسی خودشه و به هیچ کس نمیتونه پناهنده بشه، یعنی انسان نمیتونه دیگه از خودش دره، وجودش رو باید تحویل بگیری، باید حسابش هم پس بدی که چه کار کردی با این وجود. آیا قدر وجود دانستی؟ و خداوند فقط از روی خودش در انسان در ندمید، بلکه از صورت خودش هم به انسان صورت بخشید. پس ظاهر و باطن انسان الهیه. در حقیقت انسانی که وجود خودش رو ترک میکنه، در واقع مقام الهی خودش رو ترک میکنه. کفر یعنی همین. و ظالم یعنی کافر، کسی که وجود خودش قبول نداره، هر کس هر چیزی رو بهتر از خودش میدونه. پس کفر نسبت به خویشتن، یعنی انسان جاهل نسبت به عظمت الهی خودش دیگه. چون صاحب روحه وجود رو ترک میکنه، میره تا در دیگران، در جایگاه های وجودی دیگران و دیگر اشیاء و آدم ها خانه کنه، لانه کنه. برای اینکه بتونه وجودهای دیگر رو لانه خودش کنه، باید تسخیر کنه، باید به اینا تجاوز کنه تا اونا رو از خونه بیرون بکنه تا بره خودش در وجود اونها بنشینه. تحت عنوان چی؟ یکی از مشهورترین و مقدسترین، به ظاهر مقدسترین عنوان ظلم عشقه. عشق به همسر، عشق به فرزند، همسرخوری، بچه خوری. برای همینه کانون اصلی خیزش ظلم خانواده است و اولینش رابطه مرد و زن و آدم و حواییه که به اسم عشق. این عشق در واقع تخم ظلمه. برای همین آخرش هم به جنایت ختم میشه، به نفرت و انتقام ختم میشه. پس معنی عشق نبودی، دروغ بود، این ظلم بود. ببین برای همین پس این ظلم حاصل جهل انسان درباره خودشه. این که علی میفرماد هر کس قدر خدا نشناخت نابود شد. ببین حالا بهتر میگم، هر کس قدر خودش نشناخت وجود خودش انداخت و رفت دیگه، بعد بی وجود شد. بی وجود شد یعنی چی شد؟ یعنی نابود شد دیگه. نابودی یعنی بی وجودی. خب در حقیقت ظالمان قدر خودشون نشناختن، وجود خود را رها کردن تا طعمه اجنه و شیاطین و خناس شد و رفتن وجود دیگران رو تسخیر کنند. اول ظلم رو خود کردن، بعد رفتن به دیگران رو ظلم کنند. ولی هیچ کس به روح انسان جا نمیده که در خانه دیگری زندگی کنه.
در خانه وجود دیگری زندگی کنه و بعد برمیگرده به خانه وجود خودش، میبینه خانه وجود خودش هم تسخیر شده است، راهش نمیدن. این انسانی است گم شده، گم میشه انسان در جهان، روحش گم میشه، خانه نداره دیگه. برای همین در قرآن کلمه ظلم و جهل با هم اومده اکثر جهان. در انسان ظلومن جهولا، اما انسان ظالمی است جاهل. ببین ظلم و جهل با هم، چون جاهل ظالمه. در مورد چی جاهله؟ در مورد خودش جاهله، خودش نمیشناسه، نمیدونه مقامش چیه. این عرش الهی وجود رو لعنت کرده، توف کرده، انکار کرده. کفر یعنی انکار دیگه، اساس کفر یعنی انکار خویشتن اصلا. خود رو انکار کرده، یعنی در واقع با خداییت جنگیده، با خالق جنگیده، با صورت و روح خدا در خودش جنگیده. بعد با کی جنگیده؟ با خود خدا جنگیده. در واقع جنگی با خداست این، جنگی با خدا در وجود خویش، چون انسان خلیفه خداست، خان آقا هست، چون حامل صورت و روح خداست، صاحب علم خداست، خلیفه این همین دیگه. ول کرده رفته در اتومبیل جا کرده. این خودش دیگه اتومبیل، خودش اتومبیلشه، خودش خونشه، خودش کارخونشه، خودش زن و بچهشه، خودش اشیاء خونشه، خودش دکوراسیون خونشه. ببین خودش بذارست، خودش نابود شد، وجود نداره. و لذا این روحش در بیرون از خانه وجود دچار قحطی میشه، روز به روز حریص‌تر، دیوانه‌تر، متجاوزتر، زناکارتر، دزدتر، کلاهبردارتر و هرچی بیشتر میخوره و تصاحب میکنه و مالک میشه، قحطی زده‌تر میشه. برای که مال اون نیست، خانه وجود اون نیست. انسان در یک شی بره لانه کنه، در آهن و بتون و اشیا لانه کنه، مگه میتونه روحش قرار بگیره؟ روح مگه میتونه در اشیا بیجان قرار بگیره؟ در مال و منال میتونه مگه قرار بگیره؟ روی انسان مگه در وجود دیگران مگه میتونه قرار بگیره؟ روی انسان مال خودشه، خانه خودش باید داشته باشه. ظلم مفهومش اینه. بنابراین منشأ اولیه ظلم، الفبای ظلم در خانواده هاست. اگر یک جامعه ظالمی رو میبینیم واسه بدونیم که ریشه این ظلم در خونه هاست. نطفه اولیش در رابطه بین زن و مرد و آدم و حواست. در واقع باز که آدم و حوا در همه آغاز هم که از بهشت رانده شدن مبتلا به ظلم شدن در حقیقت. این ظلم احتمالا عشق، یعنی میخواستن همدیگه رو بخورن. آدم میخواست وجود حوا رو تسخیر کنه، حوا میخواست وجود آدم رو تسخیر کنه. دعواشون شد، از بهشت کردن بیرون. ظالم شدن دیگه، در قرآن داریم دیگه، میگن گفته میشه که اینا عدو شدن دیگه. و اینا گفته شد که شما دیگه خصمن دیگه هستید، برید بیرون. این دشمنی در این ظالمید دیگه شما. اما بهش جای ظالم ها نیست، بهش جای کسانی است که خودشون باشن عادل. پس عدل در حقیقت باید گفت عین وجوده. انسان بی وجود انسان ظالمی است. انسان عادل انسانی صاحب وجود، انسانی است که موجوده در خودش. بنابراین هر چیزی که در بیرون از منو وسوسه میکنه به بیرون، این قدم روی ظلم منه. هر چیزی، هر کسی. مثلا امروزه یکی از بزرگترین افسونه هایی که روح انسان رو تسخیر میکنه میمه که افسونه جاذبه تکنولوژی. برای همین انسان امروز ظالمترین و دیوانه ترین و حریصترین و زنایی ترین و متجاوزترین انسان تاریخه. برای اینکه بیگانه ترین انسان از خودشه در طول تاریخ. برای همینه که خانه وجودش به این همه درد بی‌درمان و ویروس و بدبختی مبتلایه. ولی ویروس ها، اجنه، شیاطین میان خانه وجودش رو تسخیر میکنن. پس انسانی که خانه وجودش رو ترک کرد بزرگترین ظلم رو به خودش کرده. خانه وجود رو واگذار کرده به دشمنان خودش و حالا رفته تا وجود دیگران رو تسخیر کنه. خب در واقع باید گفت حالا این منشأ ظلم از فرده. حالا
ظلم های اجتماعی هم داریم که از بیرون با آدم وارد میشه. فیلمثل خب ما در قرآن آیه معروف لا اکراه فی الدین رو داریم، نه؟ که این ظلم، یعنی دین رو به دیگران تحمیل کردن این ظلمه. خب چرا ظلم؟ زور گفتن به دیگران ظلمه. زور گفتن به دیگران ظلم. خب اگه ظلمه باعث بفهمیم که همه عواملی که باعث میشه که روح از انسان بیرون بره، خانه وجود رو ترک کنه، ظلم. مثلا تعلیم و تربیت اجباری ظلمه. تمام مفاهیم و آموزش‌های عاریه‌ای و بیریشه و کورکورانه ظلمه. چرا؟ برای اینکه همه اینا عامل از خود بیگانگی انسان میشه. ببین انسان وقتی میخواد یه دین ریایی و اکراهی داشته باشه، مجبور به ریاکاری میشه دیگه. یعنی مجبور میشه که خودش نباشه. درسته؟ یعنی از خود بی خود میشه دیگه. زور گفتن به دیگران، چون وجود زور رو نمیپذیره. بنابراین وقتی به دیگران زور میگیم، در واقع میشه که روح او از وجودش بیرون میره، خانه وجودش رو ترک میکنه. ببین آموزش‌های اجباری و زورکی ظلمه. چرا؟ برای اینکه آن چیزی که تزریق میشه، تلقین میشه به زور، در واقع میشه گفت صاحب وجود رو از خانه‌اش بیرون میکنه، فراری میده. همونطور که مثلا زور گفتن باعث فراری شدن بچه‌ها خونه میشه، اینا از خونه فقط فراری نشدن، در واقع وجود خودشون فراری میشن. حالا اینکه عوامل اجتماعی و بیرونی ظلم خصوصا فقط است دیگه، میشه اسم بود. دیکتاتوری در جامعه، دیکتاتوری سیاسی ظلمه، باعث از خود بیگانگی، به این دلیل که باعث از خود بیگانگی انسان رو میشه. هر چیزی که انسان رو به ریا بکشونه، به ریاکاری بکشونه، این ظلمه.